سلام، وقت بخیر. همونطور که از تایتل هم مشخصه قرار دستگاه پولساز بسازیم، اما قرار نیست پول چاپ بکنیم. پس چطوری میشه؟ ما در واقع قراره یه دونه پرینتر سه‌بعدی بسازیم و با استفاده از اون پرینتر سه‌بعدی کسب درآمد کنیم. اما قراره چند تا سوال اصلی رو بهش جواب بدیم. اول اینکه با پرینتر سه‌بعدی چه قطعاتی میشه پرینت کرد. دوم اینکه چرا یک نفر باید قطعات و اون چیزایی که میخواد رو پرینت سه‌بعدی بکنه و بابتش پول بده. سوم اینکه چقدر در واقع هزینه متریال هست و چقدر قرار درآمد داشته باشیم. و چهارم اینکه هزینه ساخت یک دستگاه پرینتر سه‌بعدی چقدره و با چقدر کار میتونه درآمد خودش رو در بیاره. قبل از هر چیز بهتره بریم سر بحث اول، یعنی اینکه چه قطعاتی رو میشه با پرینتر سه‌بعدی پرینت کرد. خب من میخوام یه ویدیو بهتون نشون بدم که یه سری نمونه‌های ساده هست که این رو باید با هم ببینیم، بعدش در مورد قیمتش صحبت بکنیم. خب این در واقع یه دونه هولدر موبایله که داره قطعات متحرکه. این هم یه دونه فیجته، اینم داره قطعات متحرکه. خب ما تو صنعت نمیتونیم قطعات متحرک رو به این سادگی توی یه جا پرینت بکنیم و یا ساختن بعضی از چیزا خیلی سخته، مخصوصا اگر چرخنده باشه. اون چرخنده ها قرار باشه با هم کار بکنن و اون چرخنده ها شکل ساده‌ای نداشته باشن، مثل در واقع این حجم که به نرمی هم کار میکنه. بعضی از قطعات ممکنه خیلی کوچیک باشن، مثل این یکی حجم، و قطعات زیادی هم داشته باشه. و نکته اینجاست که ساخت نمونه همچین چیزی خیلی هزینه برداره، پس صرفه اقتصادی داره که ما این رو با پرینتر سه‌بعدی بسازیم. خب همونطور که ویدیو رو با هم دیگه دیدیم، بعضی از قطعات متحرکن و یا داخل خودشون یه سری چیزای متحرک داره. توی صنعت ما این دور چیزا رو خیلی سخت میتونیم بسازیم و هزینه خیلی خیلی زیادی میبره. جدای از اون، حتی اگه قرار باشه اینها رو به صورت صنعتی هم بسازیم، قبل از اون به نمونه سازی نیاز داریم. خب همه برای نمونه سازی غالبا یا باید در واقع ماشین کاری بشه و CNC بشه، یا اون شکل رو و یا اون حجم رو به صورت دستی بسازن، یا با یه دستگاهی مثل پرینتر سه‌بعدی قطعه‌ای که حالا طراحی کردن رو پرینت بکنن و اون رو تست بکنن و بعد از مطمئن شدن از اون میتونن برن سراغ ساختش رو، اون رو بسازن. بعد از اون قراره ما با همدیگه هزینه یکی از قطعاتی رو که بهتون نشون دادم رو محاسبه کنیم و اینکه چقدر هزینه میبره ما اون رو پرینتش بکنیم. خب بریم رو کامپیوتر تا براتون توضیح بدم در مورد یکی از قطعات. خب اینجا همونجور که میبینید من اون قلب چرخ‌دنده‌ای رو که با هم دیگه دیدیم رو توی نرم افزار پرینتر سه‌بعدی کنار هم دیگه گذاشتم و اون رو به اصطلاح اسلایسش کردم. بعد از اون رفتم و وزنش رو محاسبه کردم که چقدر وزن میبره و چقدر زمان میبره. خب برای پرینت همچین قطعه‌ای ما همونجور که توی این بالا ذکر شده 11 ساعت و 25 دقیقه تایم نیاز داریم و 158 گرم هم وزن قطعه پرینتمون میشه. اما بریم یه نگاهی بکنیم به اینکه چقدر بیرون هزینه میگیرن از شما بابت پرینت همچین قطعه‌ای. یکی از وبسایت‌هایی هست که خدمات پرینت سه‌بعدی ارائه میده. شما کافی فایلتون رو اونجا آپلود کنید، متریالاتون رو انتخاب بکنید و پولش رو پرداخت بکنید تا اون رو برای شما پرینت بکنن. همونجوری که میبینید این دقیقاً همون فایله. من اینجا آپلودش کردم، دقیقاً همون متریال رو انتخاب کردم. اما به قیمتش توجه بکنید، 1,30,030,000 تومان. با وجودی که 158 گرم بود. خب بریم حساب کتاب بکنیم ببینیم پرینت همچین قطعه‌ای اگر یک نفر خودش بخواد پرینت بکنه چقدر در میاد. خب این وبسایت دیجیکالاست. قیمت فیلامنت رو دقت بکنید 650,000 تومان برای 1 کیلوگرم. ما قیمت وزن قطعه‌ای رو که حساب کردیم 158 گرم بود، یعنی 650 تومان برای
در واقع هر گرم. اگر ما این رو ضرب در 158 بکنیم میشه 102,700 تومان. تقریبا اینجا 10 برابر از شما پول میگیرن تا اون رو برای شما پرینت بکنن که خب این باعث میشه صرفه اقتصادی داشته باشه. و اینجا هم دیدید که تایمش فقط و فقط 11 ساعت، یعنی شما توی یک روز کامل میتونید دوبار این قطعه رو پرینت بکنید. بریم ما بقیه توضیحات رو براتون بدم. خب همونطور که دیدین با خرید یه دونه فیلامنت شما میتونید 10 برابر سود بکنید. یعنی سود پرینت هر قطعه تقریبا 1000%. یعنی اگر شما یه دونه فیلامنت رو بخرید 650,000 تومان میتونید 6,500,000 تومان ازش درآمد داشته باشید. اما چجوری میتونید در واقع سفارش بگیرید؟ خب شما با یه سری تبلیغات توی اینستاگرام، توی تلگرام میتونید خیلی راحت این سفارشات رو بگیرید، چون خیلی هستن که به پرینت سه‌بعدی نیاز دارن و خدمات پرینت سه‌بعدی هم اونقدر زیاد نیست و یه خیلی گرون و هزینه برداره. کافی شما یک مقدار قیمت رو پایین‌تر اعلام بکنید تا اون قطعات رو به شما بدن. توی این مرحله حتی شما نیاز به طراحی هم ندارید، فقط قطعات طراحی شده دیگران رو میگیرید و اون رو پرینت میکنید و ازش کسب درآمد میکنید. اگر به طور مثال شما توی هر روز فقط بتونید یک دونه سفارش بگیرید به این شکل، تقریبا توی پایان ماه 30 میلیون تومان درآمد کسب کردید. اما سوال آخر، چقدر هزینه میبره تا ما یه دونه پرینتر سه‌بعدی بسازیم؟ به طور تقریبی قیمت قطعات این پرینتر سه‌بعدی یه چیزی حول و حوش 7,500,000 تومان الی 8 میلیون تومان در میاد. با این حساب کتابی که کردیم شما اگر فقط 8 روز کار بکنید هزینه پرینتر سه‌بعدیتون در میاد و مابقی اون سوده. یعنی فقط و فقط با یک هفته کار میتونید هزینه اون پرینت سه‌بعدی رو که ساختید در بیارید. علاوه بر اون میتونید این پرینتر سه‌بعدی ها رو بسازید و به دیگران هم بفروشید و یا تعدادشون رو زیاد بکنید و درآمد بیشتری ازشون کسب بکنید. پس این شد نتیجه این که چرا ما باید پرینتر سه‌بعدی بسازیم، چرا باید بابتش هزینه بدیم و اینکه چقدر برای ما میتونه درآمد داشته باشه. توی ویدیو بعدی من یه دونه تایم لپس کوتاه از پرینتری که قراره ساخته بشه رو براتون میذارم که مراحل طراحیش بوده. بعد از اون میریم با هم دیگه پرینتر رو میسازیم و ازش استفاده میکنیم و من ریز جزئیات استفاده و ساختش رو به شما میگم. لایک یادتون نره، ما رو سابسکرایب کنید، به دوستانتون معرفی کنید، زنگوله رو هم بزنید تا اولین نفر از ویدیوی ما با خبر بشید. خدا نگهدار.